در مؤسسه تحصیلات تومکتبی رقم 1 ناحیه وخش با اشتراک مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، ریاست معارف ولایت و شعبه معارف ناحیه مراسم گشوده‌شوی لاگرهای تابستانه مؤسسه های تومکتبی آغاز گردید. مسئولین نخست در اینجا از شرایط کودکستان مذکور و آمادگی های مسئولین به لاگرهای استراحتی تابستانه دیدن نمودند. چنان گفته شد در ناحیه با مقصد تشکیل و در سطح ضروری راهاندازی نمودن استراحت تابستانه کودکان و نورسان در تابستان سال 2024 نقشه چاره‌بینی ها ترتیب داده شده. 5 نمود لاگرهای 3 بسته در نزد 36 مؤسسه تعلیمی و 8 مؤسسه تومکتبی تشکیل شده. بیش از 9000 نفر کودکان و نورسان به استراحت فرا گرفته می شوند. با مقصد اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان رقم 99 از 27 فوریه سال 2024 درباره به استراحت فرا گرفتن کودکان و نورسان در دوره تعطیل تابستانه در ناحیه وخش در نزد 8 مؤسسه تومکتبی و 38 مؤسسه تحصیلات عمومی استراحتگاه‌های تابستانه گشوده شده است و امروز خیلی که شما شاهد گشتید در نزد مؤسسه تومکتبی رقم 1 استراحتگاه افسانه با نام افسانه با جلب 125 نفر کودکان و نورسان به فعالیت آغاز گردید و امروز خیلی که شما شاهد هستید با تمام صنعت آرا و زیبا گردانیده شده. استراحتگاه کودکان رو برای در آینده تربیت نمودن و مؤسسه‌های تعلیمی فرستادن آماده نموده ایستادند. امروز برای خوش و خاطرمان گذرانیدن دوره تعطیل تابستانه کودکان و نورسان در لاگرهای ناحیه وخش شرایط و امکانیت‌های ضروری مهیا شده. دوره به دوره تربیت گیرندگان و کودکان را به لاگرهای استراحتی فرا می‌گیرند. مؤسسه تومکتبی رقم 1 ناحیه سال تا سال با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی با شرایط سازگار تامین شده. امروز کودکان در فضای مساعد زیر مربیه‌های خود به تربیت فرا گرفته شده اند. در کودکستان شروع از حجره های خواب و آشخانه تا به حوض شناوری برای استراحت کودکان مهیا کرده شده است. در مؤسسه تحصیلات تومکتبی رقم 1 ما امروز همه جهت با سطح بلند ما آماده هستیم برای گذراندن لاگر. امروز با دستگیری های حکومت مملکت و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و شهر و ناحیه ها برای استراحت خوب و خاطرمان گذراندن تعطیل تابستانه به لاگرهای استراحتی شرایط ضروری مهیا شده. در این دوره کودکان و نورسان را به هر گونه مشغولیت و بازی های ورزشی و فرهنگی جلب می نمایند که واقعا هم از منفعت خالی نیست. این استراحتگاه ها تحت نظارت دائمی اتفاق کسبه و شعبه معارف قرار دارند. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وخش پیوسته از حال استراحتگاه ها با خبرند و با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وخش کودکان و نورسان با خوراک گرم و دیگر طلبات ها تامین کرده می شوند. کوشش به خرج می دهیم که از تمام امکانات های موجوده در یک جایگی با شعبه معارف استفاده نموده برای کودکان نورسان شرایط خوبی استراحت و فراغت فراهم آوریم. شرایط خوبی لاگرها برای جوانان خوشبخت دوران صاحب استقلال مملکت امکانیت فراهم می آورد تا آغاز سال نو خوانش را با روحیه خوب آغاز نمایند. زیرا به گفت مسئولین در لاگرها برای کودکان و نورسان محفل‌های زبان آموزی و آزمون‌های گوناگون علمی و ورزشی پیش بینی شده است که برای تحصیل آینده کودکان مفید و سریع می باشد. در قسمت آخر تربیت گیرندگان مؤسسه های تومکتبی ناحیه وخش با شعر و سرود و رقص و بازی های کودکانه خاطر اشتراکچیان جمع آمد را شاد نمودند.